مهدی هستم. خوش اومدید به ویدیویی از گیم پلی جز ماینکرافت. و بچه منم یه مودای ترسوی معروفی ریختم که آخر سر میگم از کجا ریختمشون. و بریم سراغ ماینکرافت. قبل از اینکه بچه هیری گا چون ما تو ماینکرافتیم، بریم الان سراغ ساختن ورد جدید Creative Advanced Flat World Resources Pack. و بچه ها من سری بعد مودای دیگه هم نصب کنم و نکنید The God Irritators Update و آنومالی هم که ریختم خودتون با چشتون میبینید و نسخه آپدیت شده شه و همین تو ترسناکتر باشه. و بچه ها بریم سراغ. طول میکشه ورد درست کنم، برای همین هم استوب میکنم. بچه ها الان ما هم اومدیم سراغ اینجا. بعد اینو بذاریم، اینا دیگه اسپانرن. بعد اینو که وای خیلی هم ترسناکه. اگه نمیترسی گفتم شادوشه. و بریم سراغ گاد 1 2 تا بذاریم یا قمر بنی هاشم. بعد اینم که آنومالی نسخه چیسشه. اینه که اگه من سروایو کنم این یارو اینطوری میشه. بعد میاد سراغ از کجا ریختی؟ یعنی تو الان مرفی کنم چه چیزی. از این برنامه‌ای که میرم توش ریختم. این حتی هر چیز ترسکی بگی داره، حتی کلی چیز داره، حتی ممنوعه ترین و ترسک ترین مودم داره. کنید گوتمن، بف، بلایند، سیکیمن، جف د کیلر و حتی غیر منکر از اون سیبلنگ دراز داره. حتی بروکن اسکریپت داره که میگن از همه جا بن شده و خیلی هم ترسناکتره. خیلی هم ترسناکتر از موده. تا ویدیوی دیگه بای بای. قول دارم از مودای دیگه